سلام دوستان، استان کهگیلو و بویراحمد، شهرستان ترام، شهر سرفاریاب، دهکده گردشگری رولاپوش و مهمانان عزیزی که از استان خوزستان تشریف آوردن خودشون رو معرفی میکنن. خدمتشون هستیم. با به نام خدا، رشید شبی هستم از استان خوزستان، شهرستان بهبهان. افتخاری بود در کنار آقای مدیریت محترم آقای رولاپوش، مدیریت محترم دهکده بودیم. جای بسیار زیبا از استان کهگیلو و بویراحمد، شهرستان ترام، سرفاریاب. افتخاری بود در کنار این رفیق بسیار مدیریت بسیار عزیز بودیم. واقعا جای بسیار زیبا و دنجیه. من به همه پیشنهاد میدم که همه برای این جای باصفا رو بیان و از نزدیک لذت ببرن. عذر میخوام، نظرتون راجع به امنیت و بهداشت سرفاریاب چیه؟ بسیار بسیار عالی بود. هم به هر حال از مهمان نوازی های پوش و جای بسیار تر و تمیزی بود که به هر حال ما تونستیم به نحو احسن ازش استفاده ببریم. دستون در نکنه. انشالله که خاطره خوشی از سرفاریاب داشت. در فرصت‌های دیگه بیایم خدمتتون. متشکریم. زحمت شما موفق و پیروز باشید.